بالاخره طلسم رو شکستیم و اومدیم یه آپارتمان نقلی بهتون نشون بدیم. 135 متر در طبقه 4 یک برج مسکونی در منطقه ارشاد هفته تیر. این ویدیو رو تا انتها نگاه کنید. - 135 متر آپارتمان، 10 طبقه، 28 واحد تا طبقه 7 3 واحدی، طبقه 8 9 10 2 واحدی، مجموعه آبی، باشگاه ورزشی، سونا، جکوزی، سرایداری 24 ساعته، لابیمن، کافی شاپ و همه امکانات یک برج مسکونی سیف بی‌نظیر رو اینجا داریم. منتها به خاطر اینکه در ساعتی که ما داشتیم تصویر برداری می‌کردیم استفاده می‌کردن از مشاهد، دیگه عملا چالش رو داشتیم که نتونستیم مجموعه آبی رو به شما نشون بدیم. این ویدیو رو نگاه کنید. خیلی خوش آمد. بلا فاصله پس از ورود یه فیلتر کار کرده که اتاق خواب‌ها رو از فضای پذیرایی و آشپزخونه جدا کرده. تمام فضای پذیرایی و نشیمنمون همینه. فضای آشپزخونه‌مون هم فضای خیلی بزرگی نیست، اما برای 135 متر قابل قبوله. اینجا یه جزیره کوچولو کار میشه، یه تراس کوچک و 3 تا اتاق خواب خیلی خوب که نور فوق‌العاده‌ای داره و بسیار پلان نرمال و ساده‌ای رو در واقع کار کرده و کار راه انداز. ضمناً سرمایش گرمایش نمیدونم چیلر و فن کنه. این فیلتری که کار کرده عملاً پشتش کمد اضافه گذاشته که کمبود کمدتون رو در واقع جبران میکنه. سرویس ها، حمام عمومی، سرویس بهداشت عمومی. سه تا خواب، یکیش قرار بوده کور باشه ولی بهش پنجره کوچک داده که نورتون رو میگیرید. فضاهای خوب و نرمالیه، قشنگ کارتون رو راه میندازه. برج نشینی همینه دیگه.